پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید چارچوب سازش ختم نزاع در خاورمیانه، باز شدن گلوگاه هرمز و قطع محاصره بندرهای ایرانی از طرف نیروهای آمریکا حاصل شده است. وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت سازش با جمهوری اسلامی تکمیل شده است. به قول ترامپ سازش امکان میدهد که در دوام 60 روز آینده واشنگتن و تهران به طور مفصل توافق صلح را ارزیابی کنند. سروزیر پاکستان شهباز شریف این خبر را تصدیق نموده افزوده است که مراسم امضای سازش 19 ایون در ژنو دایر خواهد شد. پاکستان در مذاکرات آمریکا و ایران نقش میانه‌رو را بر عهده دارد. آمریکا وادار به امضای مقامداران ایرانی هم در نوبت خود صبح روز دوشنبه ابراز داشتند که توافق پایان دائمی و فوری جنگ در تمام جبهه‌ها و از جمله لبنان را در بر می‌گیرد. وزارت کارهای خارجه ایران گفته است که بعد امضای سازش در تاریخ 19 میون رواهای آزاد در هرمز تامین خواهد شد. امضای سازش بزرگترین اقدام در سمت تامین صلح پایدار در خاورمیانه خواهد بود که 28 فوریه با حمله‌های هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز یافت. خبرگزاری ایرانی مهر نوشته است که اعلامی همدیگر فهمی جانب‌ها از 14 بخش عبارت بوده. پیش بینی می‌کند که در دوام 60 روز آینده مسائل مربوط با برنامه هسته‌ای تهران و رفع تحریم جمهوری اسلامی حل خود را پیدا می‌کنند. پرزیدنت آمریکا اصرار می‌ورزد که عنصر کلیدی هر گونه سازش با ایران کفالت آن است که تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دسترسی نیابد و روای آزاد کشتی‌ها در گلوگاه هرمز تامین گردد. خبرگزاری ریترز با تکیه به معلومات از منصبداران ایرانی نوشته است که بر پایه سازش ایالات متحده آمریکا موافقت می‌کند که 25 میلیارد دلار را از حساب‌های بسته جمهوری اسلامی باز کند و در جواب تهران عهده‌دار می‌شود که از استحصال و دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری می‌کند. همین منبع افزوده است تا زمان امضای نهایی سازش تهران موافقت می‌کند که از غنیگردانی اوران و بنیاد کارگاه‌های نوی هسته‌ای خودداری خواهد کرد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نزدیک است صرف نظر از اظهارات ترامپ درباره رواهای آزاد در هرمز تاکید کرده است که حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس از طرف ایران و عمان نظارت خواهد شد. نظامیان ایران سازش صلح را پیروزی کشورشان عنوان دادند.